خانه نباید به 3 قسم تقسیم شود. خانه باید به 4 قسم تقسیم شود. من هم از خونه همین پدر هستم. باید زود سر یک مسئله بیاییم. چی اکنون خانه به 4 تقسیم میکنی؟ تو عقل داری؟ نخواد تو خواهی که همون پرزید آمده همراه اینو در خانه زندگی کنه. وای پرزید نه، برادری ما. برادری تو. آخر وای لعنتی نمیگذاره که ما خانه به 3 تقسیم کنیم. یک فکری بکر. ما خانه را به 3 تقسیم نمی کنیم. ما خانه میفروشیم. پولش را به 3 تقسیم میکنیم. چی گفتی؟ این فکری اللهانه از کجا پیدا میشه تو؟ همین در دوام حیاتا یگان مراتب فکری سالم کردی هستی یا نه؟ ایرج فقط نگو که ضدی فروختن هستی. من چند بار به شما گفتم که این خانه دوره کودکی ما به یاد میارد. تو یک همین دوره کودکی به یاد میاری؟ اون دوره ها گذشتن رفتن دیگه. در دوام 40 سالی حیاتم یگانه دوره شیرین این دوره کودکیم است. آغوش گرمی مادرم، دست مهری پدرم، خنده بیگشی ما و شما برادرها. میفهمی چی میگه ایرج؟ این میخواد که اوگه لعنتی همه موی برابره از خونه پیش کنه. و این چی؟ این روسیه میرد نه دیزن فرزندش. منو تو در خوشه میمونه. باید خونه رو حتما فروشه. من اجازه نمیدیم که شما خانه فروشید. ایرج خواراز شود خانه، ما خانه میفروشیم. او اجازت نمیدهد. بگذار، ما خانه رستی میفروشیم. چی گفتی؟ فکری بکر. ایرج خواراز شود خانه، ما خانه میفروشیم. بچه ها بخشش همین تلفن زرد منم. او اجازت نمیدهد. بگذار، ما خانه رستی میفروشیم. چی گفتی؟ فکری بکر.